سه اصل اساسی که انسان را یا که انسان آن را باید بداند کدام ها هستند؟ به سوال ها به نهایت با دقت گوش بدهید، چون سوالات مهم هستند و جواب آنها از هر چیز دیگری هم مهمتر هستند. اصل های سگانه ای که دانستن آن برای هر یک بندگان لازم حتمی است کدام ها هستند؟ می‌فرماید بندگان الله باید بشناسند پروردگار خود را و دین خود را و پیامبر خود را محمد صلی الله علیه و سلم. پس این سه اصل اساسی که هر مسلمان باید بداند: شناخت پروردگار الله عز و جل، یعنی بداند که او خالق ماست، رزق دهنده ماست و معبود بر حق ماست. معبود بر حق است، تنها او شایسته عبادت است. این است معنای لا اله الا الله. دوم، شناختن دین اسلام، دین است که الله سبحانه و تعالی برای بندگانش انتخاب کرده است و اساسش اطاعت با توحید است و فرمانبرداری از امرها و دوری جستن از نهیهای او سبحانه و تعالی است. و سوم، شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم که او رسول آخرین از رسولان است و رحمت برای جهانیان فرستاده شده است که الله سبحانه و تعالی او را فرستانید تا مردم را از ظلمات کفر و شرک و بدعت و گناهان به سوی نور هدایت، نور توحید، نور سنت راهنمایی کند. پس هر بنده باید بداند که آفریدگارش، پروردگارش کی هست و چگونه دین را پیروی میکند یا با چگونه دین الله سبحانه و تعالی را عبادت میکند و رسولان را باید اطاعت فرمانبرداری کرد.